بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز قسمت دوم از داستان صحابی بزرگوار ثمامة بن اسال هست. اگه بیاد داشته باشید که ثمامة بن اسال بعد از اینکه پیامبر خدا اون رو آزاد کرد بالاخره از اسارت در مسجد و ایشون رفت به بیرون از شهر مدینه در این نخلستان بالاخره پاک کرد و خودش رو طهارت گرفت و به عبارتی غسل اسلامی رو انجام داد و برگشت با اختیار خودش به مسجد النبی در بین مسلمانان شهادتین داد و رو به رسول خدا صلی الله علیه وسلم کرد. یا رسول الله، تا قبل از امروز شما منفورترین شخص در نزد من روی زمین بودید، در حالی که امروز محبوب ترین انسان هستید. تا قبل از امروز دین شما منفورترین و بدترین دین و آیین نزد من بود، اما از امروز به بعد دین شما محبوب ترین دین نزد من هست. تا قبل از امروز سرزمین شما، شهر شما مدینه النبی بدترین سرزمین نزد من بود و منفورترین سرزمین بود و امروز شهر شما مدینه النبی محبوب ترین سرزمین به نزد من هست. بعد رو کرد: یا رسول الله، یک مسئله هست. من خون اصحاب تو و یاران تو برگردن منه. من چی کار باید بکنم؟ چه چیزی بر من واجبه که انجام بدم به خاطر خون اینها؟ پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمود: لا تثریب علیک یا ثمامه، هیچ اشکالی نداره برات. فان الاسلام یجب ما قبله. ای ثمامه، خداوند آن گناهانی رو که قبل از این اسلام انجام دادی همه رو میبخشه. اون خونی رو هم که از شاگردان من ریختی همه رو هم خدا بخشیده و میبخشه. و خداوند بشارت به خیر میده و پیامبر همینجوری بشارت به خیر داد به این که خداوند به خاطر این اسلام تو این همه رحمت و شامل حالت خلق کرده. در این لحظه بود که دیگه چهره ثمامه از خوشحالی دیگه شادابی باز شده بود و رگهاش منبسط شده بود. گو: یا رسول الله، اما من در عوض اون به این مشرکین مکه و مشرکان عرب چنان ضرباتی رو بزنم بدتر از آنچه که به شاگردان و یاران تو زدم، چنان اذیت و آزار اینها رو بکنم، تحت فشار قرار بدم، خودم رو و شمشیر خودم رو و هر کسی که با من هست در راه یاری تو رسول خدا و دین تو قرار خواهم. بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت: این برادر خودتون، این دوست خودتون رو ببرید بهش بالاخره یه سری آموزش های دینی رو بدید، چرا که اون میخواد که حج بکنه. اونم گویا رسول من قصد حج دارم، قبل گفته بود که من میخوام برم عمره. پیامبر گفت بهش یاد بدید و بالاخره بهش یاد بدید نحوه عمره کردن چجوریه طبق قانون اسلام، به دور از شرک و خرافات و واسطه‌گری و بالاخره قربانی و نذر دادن برای این امام و امامزاده ها و بالاخره فلان. بهش یاد بدید که فقط برای الله رب العالمین باید انجام بده و این مناسک رو بهش یاد بدید. بالاخره ثمامه مدتی این گونه بود تا اینکه بالاخره آموزش داده شد و حرکت کرد به سمت مکه. جالب اینجاست که وقتی که به سمت مکه حرکت میکرد دیگه صدا میزد و پیام میداد: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. یعنی که وقتی اینها رو اعلام میکنی یعنی هر چه هست و نیست اللهه، هیچ شریکی الله نداره. حمد و ثنا و ستایش و قربانی و نذر و عبادت فقط مال اللهه، نه مال کسی دیگه. خلاصه ثمامة بن اسال با این شرایط حرکت کرد و اولین مسلمانی بود که لبیک گویان وارد شهر مکه شد. ایشون به مجردی که وارد شهر مکه شده همینجوری تلبیه میگفت: لبیک اللهم لبیک، داشت میگفت، صداش هم بلند کرده بود. قریش همین که این صدا رو شنید مثل شیر قران عصبانی به این حمله کردند و شمشیرهاشون رو از غلاف کشیدن بیرون تا ببینن این صدای کیه، تا این صدا رو خفه بکنن. این چه کسیه که این چنین اومده به ما داره اهانت میکنه؟ بله، قریشیان عصبانی با شمشیرهای از نیام کشیده به طرف ثمامة بن اسال رفتن، ولی اون هم در همون حالت وقتی که اینها بهش حمله ور شده بودن با اون غرور و تکبر ایمانی، با اون بزرگواری ایمانی به اونها نگاه میکرد و تعدادی از جوانان قریش تصمیم گرفتن با تیراندازی، با تیر به قول معروف چی میگن، با کمان مورد هدف قرار بدن، با تیر کمان اون رو که یه دفعه یکی یعنی یه دونه از جوانها که دیگه خیلی مغرورتر بود کمانش کشید، همین که میخواست تیر بکشه یکی دستش رو گرفت. گفت: وای، میدونید چیه؟ میدونید این کیه که داری شما بهش طرف تیر میزنی؟ این ثمامة بن اسال پادشاه یمامه است.
چی فکر کردی؟ همین تیر زدی تموم شد. ببینید یا کنید این اعتبارها نزد عربی، مسائل قومی، مسائل قبیلگی، اینا رو خوب داشته باشید. اینها خیلی تأثیر داره در دعوت اسلام، نگاه ها و رفتارها. میگه قسم به خدا اگه شما به اون تیر زدید اتفاقی برای این بیفته، دیگه آذوقه شما، گندم شما، مواد خوراکی شما همه به سمت مکه قطع میشه و شما از گرسنگی خواهید مرد. بعد این بود که بالاخره قوم رو به سمت سمامه آوردند و بالاخره کردند و شمشیراشون هم برگردوندن تو غلاف خودشون. گفتن تو دیگه چرا اینجوری؟ تو چرا اینجوری شدی؟ تو هم دین آبا اجدادی تو ول کردی، دین بالاخره قریش و دین عرب رو ول کردی. گفت نه من دیوانه شدم، نه دینم رو ول کردم، نه کافر شدم، بلکه از بهترین دین پیروی کردم و از محمد صلی الله علیه و سلم. و گفت قسم به رب این کعبه، قسم به پروردگار کعبه، شما هرگز نمیتونید بعد از این از یمامه برای خودتون یک دانه گندم بیارید و از خیرات ما هرگز به شما نخواهد رسید مگر اینکه از دین محمد صلی الله علیه و سلم پیروی بکنید. غیر از این هیچ راه دیگه شما نخواهید داشت. از همین الان بهتون اعلام میکنم اگر میخواهید ما با شما مراوده داشته باشیم، براتون مواد غذایی ارسال بشه، باید از دین محمد صلی الله علیه و سلم پیروی کنید. بله، ثمامة بن اوصال اون عمره خودش رو انجام داد در برابر نگاه های قریش با همون روشی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلمش آموزش داده بود. نیا کنید پیامبر میگه صلوا کما رأیتمونی اصلی، همون جوری که من نماز میخونم نماز بخونیم، همون گونه که من حج میکنم من حج بکنید. نگاه کنید ما باید این گونه یاد بگیریم، نه اینکه ببینیم به ما چی میگن، آبا اجداد ما چه کردن، که متاسفانه اتفاقات زیاد افتاده، بدعت ها هم هست. بعد میگه بالاخره قربانی کرد تقربا لله، نه برای بت‌ها و واسطه ها و امامزاده ها و بالاخره اون محل های متبرکی که خودشون داشتن. و ثمامة بن اوصال میگه به سرزمین خودش برگشت و به قوم خودش دستور داد که آذوقه به سمت قریش رو کلا قطع بکنن و از اونور اون هم همین کار رو کردن، حرفش رو قبول کردن و تمام اون خیرات و تمام اون مواد غذایی که براشون ارسال میشد به اهل مکه همه رو قطع کرد و به عبارتی ثمامة بن اوصال یک محاصره اقتصادی، یک تحریم اقتصادی رو علیه قریشیان انجام داد و هر لحظه این تحریم رو بیشتر میکرد، به گونه‌ای که قیمت کالاها و مواد غذایی در مکه بالا رفت، گرسنگی در بین قریشیان شدت پیدا کرد، به ویژه اونایی که از نظر اقتصادی ضعیفتر بودن و دیگه قریش و مشرکین مکه میترسیدن که مبادا خودشون و فرزندانشون از گرسنگی هلاک بشن. در این موقع دیگه نامه‌ای نوشتن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، گفتن یا رسول الله بین من و شما عهد و پیمان هست، تو صله رحم رو به جای میاری، تو که جز کسایی هستی که خیرخواه و نیک هستی، اما الان ببینید که تو با این دین خودت صله رحم رو قطع کردی و پدران خودت رو با شمشیر کشتی و بالاخره گرسنگی و اینا در فرزندان ما اومده و ما داد شرایط خیلی بدی هستیم. ثمامة بن اوصال هرچی آذوقه اینها بوده بر ما قطع کرده و شرایط اقتصادی رو بر ما خیلی تنگ کرده و اگر میدونی سلام میدونی کاری بکن که بگوی حداقل این محاصره اقتصادی رو بشکنه، زندگی ما در شرایط خیلی خطرناکی قرار گرفته. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، این پیامبر رحمت، هم به ثمامه نامه نوشت که نه، آزاد کنی، محاصره اقتصادی رو بشکن تا خدای نکرده این شرایط بد اقتصادی بر اونها ناگوار نشه و کسی تحت گرسنگی تحت فشار قرار نگیره. این حالات رو داشته باشید، خیلی عجیبه دیگه، برداشت و تعلیقش با خود شماست. بله، ثمامة بن اوصال تا لحظه‌ای که زنده بود به دین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وفادار بود و به اون عهد پیمانی که بسته بود پایدار بود تا اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از این دنیا رفت و به رفیق اعلای خودش ملحق شد. اما تعدادی از قبایل عرب به تحریک امپراتوری فارس و امپراتوری روم اینها مرتد شدن، شورش‌هایی رو ایجاد کردن، قتل و ناامنی رو ایجاد کردن، پیامبران دروغینی بالاخره سرزد، از جمله مسیلمه الکذاب که از همین قبیله خود همین ثمامة بن اوصال بود، ادعای پیامبری کرد، یک شخص دروغگو فریبنده، تا جایی که مردم اون قبیله میدونستن که این دروغگو هست و میدونستن که این ادعای دروغین پیامبری داره، اما دیگه این اتفاق افتاده بود. این بود که ثمامة بن اوصال میرفت پیشه اونا، بحث عصبیت و جاهلیت و حمایتی که وجود داشت از امپراتوری فارس، امپراتوری روم، داشتن میکردن که تا بتونن این سرزمین بعد از فوت پیامبر دچار این ناامنی و آشوب بکنن که کرده بودن. و خب در این شرایط
این رفت پیش قبیله خودشون گفت نگاه بکنید خدای عزوجل یه پیامبری برای شما فرستاده، این پیامبر آخرین پیامبر هست، فریب نخورید، 2 تا پیامبر همزمان نمیاد، محمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، شریک برای پیامبر قرار ندید و آیاتی از قرآن رو برای اونها میخوند و اما متاسفانه اونها گوش نمی‌کردن. مثلا آیاتی که مسیلمه کذاب داشت، زفته نقی ما تنقین، قورباغه مثلا پاکه، ببینید چجوری داره میخوره، لا شراب تمنعین لا ماء من تکدرین، نه نوشیدنی رو خراب میکنه نه آب رو تاریک و مکدر و این چنین چرت و پرتایی مثلا خوب میگفت و اونها میدونستن که مسیلمه داره دروغ میگه. دقت میکنید. اما متاسفانه اینها به خاطر همون عصبیت قومی میگفتن که دروغ مسیلمه برای ما بهتر از راست محمده. اما سلامت بن اوصال در رأس سپاه مسلمانان با این شورشی‌ها جنگید، حتی در بحرین شورشیانی رو، مرتدین رو پدید آورده بودن، گفتم تحت حمایت امپراتوری فارس اینا تحریک شده بودن، مسلح شده بودن. اون هم در این شرایط بالاخره با اینها جنگید و در این سرکوب بالاخره پیروز شدند. و اما یک فردی از بزرگان همون شورشیان که دارای ردای خیلی گرانبهایی بود که توسط یکی از مسلمانان کشته شده بود، اون ردا بهش به غنیمت رسیده بود، این رو فروخت به سلامت بن اوصال و این ردا رو بالاخره این هم خرید و تنش کرده بود. در حالی که داشت برمیگشت به سمت مدینه یا در همون مسیری که بود، تعدادی از اهل قبایل و دوستان اون شخص دیدن این بر تن اون، فکر کردن که این اون شخص کشته، به انتقام سلامت بن اوصال رو به شهادت رسوندن و خداوند راضی باشه از یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. و نگاه رو داشته باشید، لحظات رو داشته باشید. ممکنه من نتونم با زبان الکن خودم، با علم اندک خودم مفاهیم رو برسونم، اما این لحظات زیبای یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم قبل از اسلام، بعد از اسلام و نگاه اونها تا لحظه آخر برای ما قابل توجه باشه. به این امیدی که خداوند قلب‌های ما رو هم نرم بکنه، بتونیم از گناهانمون توبه کنیم و برگردیم به سوی دین حقیقی که میتونه ما رو سعادتمند بکنه و خوشبخت بکنه و میشه گفت حقوق واقعی بشریت رو به بشریت برگردونه. تا روز دیگه و داستان دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم.